کریستیانو رونالدو یک انسان واقعیه. رونالدو و همتیمی‌هاش بعد از بازی تیم ملی پرتغال با بوسنی در رختکن متوجه شدن که پسر 3 ساله همتیمی اونها یعنی کارلوس مارتینز به سرطان خون مبتلاست. به همین دلیل هر یک از بازیکنان پرتغال اونو دلداری دادن. اما کریستیانو رونالدو در یک اقدام ستودنی بعد از بازی به یک مرکز درمانی اهدای خون رفت تا خونش رو برای پسر مارتینز که نیاز به پیوند مغز و استخوان داشت اهدا کنه. رونالدو بعد از این کار به خبرنگارا گفت ما نیاز به آگاه کردن مردم برای اهدا کردن خون به بیماران نیازمند هستیم. من روی بدنم هیچ خالکوبی و تتویی نزدم تا بتونم خونم رو در مواقع ضروری به بیماران اهدا کنم. جالبه بدونید که هر کی روی بدنش خالکوبی داشته باشه احتمال ورود ویروس به بدنش به مدت 1 سال و یا شاید هم بیشتر وجود داره و به همین دلیل نمیتونه خون اهدا کنه. شما از 1 تا 10 به این حرکت رونالدو چه امتیازی میدین؟